سلام، خبرهای رادیوی آزادی را از روز دوشنبه 23 مای تقدیم میکنیم. کمیسیه مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان روز 23 مای اعلام کرد که در آوازدهی دیروزه در کشور بیش از 94% رای دهندگان به طرفداری از وارد کردن تغییر و علاوه ها به کنستیتوسیا آواز دادند. طبق نتیجه های اولیه رفرندوم گذشته در آوازدهی 92% رای دهندگان اشتراک کردند و تنها 3% ضد تغییر و علاوه ها آواز داده است. بختیار خدایارزاده رئیس کمیسیه مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان در یک نشست خبری آوازدهی را شفاف و برگزار شده اعلام کرد. کمیسیه مرکزی انتخابات و رایپرسی شماره آوازهای با طرفداری و مقابل مسئله با رایپرسی عمومی خطه گذاشته شده را حساب نمود که نتیجه پیشکی آن چنین است: طرفدار 3,814,477 نفر یا خود 94.5%. مقابل 134,171 نفر یا خود 3.3%. برابر تحریر چند اصطلاح قانون اساسی به قول کارشناسان اصلاحات سرقانون دو نکته مهم دارد که سن نامزد به پرزیدنتی را از 35 تا 30 سال پایین آورده راه رستم امامعلی را به قدرت هموار میکند و به امامعلی رحمان امکان میدهد بدون محدودیت در سر قدرت بماند. این اقدام مقامات را مخالفان و هم منقدان خلاف ارزش‌های دموکراتی ارزیابی کردند. تاجیکان همچون ملت سیاسی خواهند شد. اکثریت جوانان و متخصصان و آنهایی که اندیشه های آزاد دارند کشور را به تدریج ترک خواهند کرد. یعنی میدان سیاسی و تشبوس های سیاسی نه در دوشنبه بلکه در پایتخت‌های اروپا، در ترکیه و روسیه و تهران خواهند گرفته شد. سازمان‌های بین‌المللی به رفرندوم 22 مای از نظری تنقیدی بها داده به آن توجه زیاد نشان ندادند، ولی سازمان‌های منطقوی که این روند را مراقبت کردند از رفته رایدهی قناعتمند بودند. در انجام کارمان ما تاکید میکنیم که رفراندوم بر پایه معیارهای حقوق بین المللی گذشت و مردم شما را با این نتیجه خوب تبریک میکنیم. ما برای نظارت رایدهی آمدیم ولی شاهد اید شدیم. در همه جا اید است. مردم با خرسندی برای سرنوشت وطنشان آواز دادند. نتیجه گیری اخیر از رفراندوم تاجیکستان را در سامانه آزادی پیدا کنید. سفیر تاجیکستان گفت که در حادثه زنازنی در مسکو حقوق مهاجران تاجیک پایمال شده است. در یک زنازنی دسته‌جمعی که روز 14 مای در گورستان خوانسک رخ داد، 3 تاجیک کشته شده، 23 نفر به بیمارستان انتقال یافتند. امام‌الدین ستاروف سفیر تاجیکستان گفت که در حادثه زنازنی در گورستان خوانسک در مسکو 110 مهاجر تاجیک نیز بازداشت شده، 77 نفر آنها بعد تحقیق اولیه رها شدند. در نتیجه فعالیت ما از 110 نفری که دستگیر شدند بعد یک روز دیگر 87 نفر آزاد شدند. قریب 20 نفر در بیمارخانه هستند. وضعیت 4 نفر مجروحی که هست وضعیت اونا اونقدر گوییم که وزنین است تا به حال و ما امید داریم که اونا صحت میشوند. سفیر تاجیکستان گفت که در میان شهروندان بازداشت شده تاجیکستان تنها 3 نفر حجت‌های بدوباش نداشتند و آنها از روسیه اخراج می‌شوند. مطبوعات روسی روز 23 مای نوشت که احتمالاً برای فشار با هدف پولستانی از تاجیکان کارگر گورستان خوانسک یک یاوری دپوتات پارلمانی روسیه دست دارد که به سر کارگران تاجیک 10 نفر را سفربر نمود و آنها مناقشه مسلحانه را برپا کردند. رهبریت سابق قبرستان از وظیفه گرفته شده به جوابگری کشیده شده است. طبق خبرهای هنوز تصدیق نشده، شخصی با اسم سراج الدین حقانی میتواند جایگزین مقام رهبری طالبان در افغانستان شود. این خبر را خبرگزاری رویترز نشر کرد.
این شخص را همچون یک عضو اولاد ملا عمر رهبر سابق طالبان معرفی میکنند که با ظالمی و خونخواری خاص نسبت نیروهای حکومتی افغانستان و هم متفقان آمریکایی آنها فرق میکند. صحبت ها از نامزدی احتمالی حقانی در حال است که روز 21 می در یک حمله هوایی هواپیمای بی سرنشین رهبری طالبان ملا اختر منصور کشته شد. این را مقامات بلندپایه افغانستان و ایالات متحده آمریکا هم تصدیق کردند. طالبان یک حرکت شورشی است که در افغانستان ضد نیروهای حکومتی و هم نیروهای بین المللی می جنگد. طالبان سالهای 1996 تا 2001 در افغانستان با وحشانیت و خشونت زیاد حکومت کرده بعداً سرنگون شدند. در تاجیکستان جشنواره تئاتری نگاهی نو در تالار تئاتر دولتی جوانانی به نام محمود جان واحدов به آخر رسید. امسال بخشیده به پنجمین سالگردی برگزاری این جشنواره برنده‌های آزمون‌های 4 سال پیش نگاهی نو از تاجیکستان، قزاقستان و قرغیزستان آمده سپکتاکل‌های هنری خود را نمایش دادند. از جمله تئاتر دولتی اکادمی دراماوی قزاقستان به نام مختار اویزов و استودیوی تئاتری جوانان قرغیزستان نمایش‌های شاهلیر و بیروشی را به هواداران در تاجیکستان نمایش دادند. در برابر این 3 نمایشی که از خارج آمده بود، 4 نمایشی که تاجیکستان معرفی کرد از 4 ساله نگاهی نو گلچین شده بود. اینا هم هیچ کمی نداشتن از این 3 نمایش. هرچند در کجای ما لکنت میخوردیم این چیز پوشیده نیست. کدام در کارگردانی، کدام نمایشی، کدام در بازیگری، کدام در انتخاب موسیقی، اما در جمع ما هیچ کمی نداشتیم از این برادرای قرغیز و قزاق در این فستیوال. تشبسکاران گفتند که جشنواره نگاهی نو امسال به 85 سالگی هنرپیشه معروف هاشیم گدا بخشیده شد. و اخباری بیشتر از این را در سامانه آزاده و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسنیکی و توییتر پیدا کنید.